آقای قاضی، قاتل اصلا قصد کشتن مقتول رو نداشته. آقای وکیل عزیز، شما قبل از اثبات جرم لطفاً از کلمه قاتل برای موکلتون استفاده نکنید، براتون بد میشه. معذرت میخوام، اصلا موکل من قصد عمدی تو این کار نداشته. هنوز اثبات نشده که عمدی بوده. بعدش گزارشات پزشک قانونی میگه سکته قلبی بوده. پس چنگیز، اون چاقویی که توی خونت پیدا شده چی بوده؟ وکیل، برای مصارف خانگی بوده. خب اینم یه کار خانگیه دیگه. حتما با چاقو رفته تو خونه مقتول، گرفته زدش با چاقو. اصلا آثار جرم با چاقو کشف نشده. آها، خب حتما با دستی چاقو زدش. به هر حال با توجه به این گزارشات پزشک قانونی موکل شما بیگناهه. اعتراض دارم. اعتراض وارد نیست، پرونده بسته شد. پرونده خیلی عجیبیه. پدر سگ، تو پشت منی یا پشت اونا؟